بسیار روزها به ایلخانه میروم، در آنجا کار و فعالیت میکنم. شمس‌الدین 16 ساله در یکی از مکتب‌های کنار ایست روشن تحصیل می‌کند و 2 سال می‌شود که همچون برنامه‌ساز فعالیت دارد. او پس از اشتراک در دوره‌های آموزشی فناوری‌های اطلاعاتی و آموختن برنامه‌سازی، حالا برای ساختن لایحه‌های نوی تجارتی درخواست می‌گیرد و از همین راه وضع مالیوی خانواده را بهتر کرده است. او حتی پدرش را که سالها در روسیه مهاجر بود به خانه برگردانیده است. بعد از کردن ختم کورس یکم فرانتند یک من کار گفتن را آغاز کردم و بعدتر در پلتفرم و در بعضی گروپ ها کار گفتن را آغاز کرده کار یافتم و همین طور کار کردن رو در ساحه پروگرامینگ آغاز کردم. یکم زکازی من گرفتگی خیلی خوب بود و بعدا یک چند زکازی کلانتر رو گرفتم. در همایشی منطقوی تکجم 2024 که روز 20 نوامبر برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی تاکید کردند که رشد فناوری‌ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی می‌تواند هزاران نفر را مثل شمس‌الدین صاحب کسب و به کار تامین نماید. حکیم اسماعیل زاد، معاون یکم دیرکتوری اجنسی اینواسیون و تکنولوژی رقمی تاجیکستان، گفت که دولت برای رشد اینواسیون و تحولات رقمی تأسیس ایت پارک‌ها و سرمایه‌گذاری به طرح‌های فناوری‌های اطلاعاتی را به نقشه گرفته است، ولی به کادرهای بلند اختصاص موفق نخواهد شد. ما هرچی قدره که درباره تحولات رقمی، درباره رشد اطلاعاتی حرف نزنیم، اما بدون بخش مهم کادرها این همه اهمیت ندارند. جان ریاردان، رهبری نمایندگی USAID در تاجیکستان، به نقش رشد فناوری‌های اطلاعاتی برای کشورهای چون تاجیکستان تاکید کرد. تاجیکستان همچون یک کشوری که اهالی عمدتاً جوان دارد، میتواند از رشد بخش آیتی خود منفعت زیاد به دست بیاورد. بجز منفعت‌های اقتصادی، ساحه نیرومند آیتی همچنین شفافیت، ولایت قانون و امکانات برابر را نیز رشد می‌دهد. بهرام سیداللهیف، کارشناس آیتی، بران است که برای تربیت کادرها در تاجیکستان باید مرکزها و اکادمی‌های آموزشی فناوری‌های اطلاعاتی بیشتر تأسیس یابند. زیرا به جوانان یاری می‌رسانند که دانش‌های خود را در این زمینه بالا برند. این مهارت‌ها برای آینده بسیار مهمند و به جوانان امکان می‌دهند در بخش‌های کار کنند که به موقعیت‌های جغرافی وابسته نیستند. مردم جوانان با داشتن این مهارت‌ها می‌توانند از دوشنبه بیرون رفته در هر کشور صاحب کار شوند. من فکر میکنم که این یکی از درایورهای اساسی است که جوانان میتوانند برای خود تخصصها و امکانیت نوی رشد را بیابند. زبیدالله عبیداللهیف، پروفسور دانشکده اینوواسیونی سنگاپور، در دوشنبه نیز میگوید که نسل جوان در تاجیکستان به فناوری‌های اطلاعاتی از جمله هوش مصنوعی توجه دارند، اما دانش آنها کافی نیست. این جوانکای ما را من این رو مشاهده میکنم همچون یک نماینده نسلی کم بزرگتر از آنها، مخصوصا جوانکای ما دانش خوبی تکنولوژی اطلاعاتی یا که خیلی شما گفته دانش اینترنتی دارند، اما این دانش پراکنده است. شهرت شریپوف، یکی از مؤسسان سازمان علمخانه، تاکید میکند که سطح آگاهی جوانان باید بالا برده شود. برای جوانان فهمند که کدام تشبس‌ها هستند، کدام مکتب‌هایی که در این سمت رشد ملکه‌های رقمی کار میکنند یا یگان لایحه‌هایی که در این سمت کار میکنند، آنها رو برای جوانان نشان دهیم، آنها رو سطح آگاهی آنها رو بلند نماییم. تاجیکستان که برای رشد این بخش نهاد نوی دولتی را تأسیس داده است، در رده‌بندی‌های جهانی حکومت‌های الکترونی طبق گزارش سازمان ملل در میان 193 کشور جهان مقام 120 را دارد که از سطح میانه جهانی پایین است. در گزارش سازمان ملل، یکی از سبب‌های مقام پست تاجیکستان زیرساخت‌های محدود رقمی، سطح پست سواد رقمی مردم خصوصا در دهات عنوان شده است. صورت و نرخ اینترنت که برای آموزش و رشد فناوری‌های اطلاعاتی پایه اساسی است، در تاجیکستان سال‌هاست که انتقاد می‌شود. طبق حساب سپیدست گلوبال ایندکس، در سال 2024 تاجیکستان
از روی صورت اینترنت موبیلی میان 143 کشور جهان مقام 139 و از روی اینترنت کابلی میان 161 کشور مقام 124 را دارد. فارم تکجم که از جانب سازمان علمخانه سال سوم است برگزار می شود، برای پشتیبانی بخش فناوری ها و اینواسیون روانه شده است. امسال این همایش با حمایت USAID در همکاری با آژانس اینواسیون و تکنولوژی رقمی تاجیکستان و دیگر نهادهای بین المللی دایر شد و بیش از 600 متخصص جوان و کارشناس از کشورهای آسیای مرکزی در آن شرکت کردند.